آفرین. اینجا میبینید وحش منطقه مثلا فارس مشاهده میکنید. کجا بود؟ اینجا بود. شترهای خیلی گورمنگوری نانات شترهای ناناس اومدی. شترهای نانا بیبی وایسا. شنگول منگول حبه انگور. تو حالت غیر طبیعی خیلی بهتر اومدی. نرم اومدی بالا. کلا بالا رو خوب میریم داداش. برو که من خودت تا اول از این داویه ندیده بودی، جدی میگم. 100 تا تاکسی بود. عکسم میگه. بعدا خودم از ثابت. آره. بابا شخصیت میدم. چی کار میشه؟ نه دادا. راست داشته آمد. وای.
خب الان تندوری رو ما یکم زودتر اضافه کردیم به غذامون و می‌بینیم که به به چقدر خوب برشته شده. آفرین خبر گله. خب فلفل نیوردی؟ یه همشون خود بریدی؟ نه دیگه سیاه فلفل مخصوص سوس به نفش قرمز. فلفل مخصوص سرآشپز. نه همین نریزا تو خود نریز میکنی دیدیم دقیقا زیاد نریز بس شده کم ها نه بس مطمئنی؟ خب یک چیکارش میکنی؟ میکسش میکنی که کاملا به غذامون جذب بشن. صدواری کرده یعنی خودشون یه قاطی میشن؟ آره یه قاطی میشن. آره عشق میکنم با گوجه آوردی؟ نه اونم میخواستیم مرجان یه زرده چی اینو؟ یه بس خیلی آب نه بس چه خبره لاکچری بازی در میاری؟ نه خب لازم داشت. بله گرجه ها رو به چند قسمت ریز یعنی مساوی باشن ریز که مساوی نباشن مشکل نداره مثلا اینجوری ریز قراقاتی باشه. نه بابا دیگه قراقاتی همه با هم حال میکنم. الان گرجه میره میره قاطی اونا خوب کارده میکنه. یعنی مهمونی او توی آره دورایی پارتی کلا فستیوال همه هستن. تشیم رو بیاره ممنونم از همراهیتون و ما خورد کنیم و نگاه میکنیم. اندالو این در سوس شما. خب گرجه دوم میدونم مال دیشب کار دست کنیم ندادش. شما چیکار کردی تو سرما تو باد سرد خوردیم. تو باد سرد خوردی؟ یه لحظه احساس کنیم بینیم داره آب میاد. شیر شده یو کاریش نمیشه کاری نداره شیر آبش تو نیچه فلکه ما آب نمید. گرجه ها رو به این ترتیب به این شکل یعنی با چند تا خونه بشه واسه حالا دیگه سلیقه‌ایه دست آشتی اینا سبزاش باشه میگم چون له نمیشه زود. ببین به این شکل از اون وسطش سبزا رو در میاره. سبزا رو در آورد. خب خونه‌وردی هم چسبی. هوا یکم اذیت می‌کرد یعنی که دیگه اما خب کمی استم کلا بچن بازم خوب رفت. یه چیزی که پیاده روی بودیم بعد دستت اینجوری میچکنی. اینا یه سری فوت آشپزیه هر کسی که لو رفت نه دیگه نه میگفتیم اینو فوتا رو. آره ولی خیلی خوبه گوشتمون خوب تف خورده خوش به سعادتشون مثل اینکه خیلی داره بهشون خوش میگذره. آره گوجه اومدن در دافع اومدن یه چه جزولی زیر انداختن. خب اینو باید بذاریم که یه چند گرجه نرم بشه. ولی من بعید میبینم گرجه به این زوری نرم بشه. یه چیز باید باشه که روش بذاریم.
ها وای خدا